قرار بود که راجع به مجلات معماری صحبت کنیم. بعد از یک وقفه تقریبا طولانی دوباره میخوایم که این بحث رو شروع کنیم. پر میرا نخواهد بود اگر اولین مجله‌ای که راجع به صحبت میکنیم مجله‌ای باشه که با یک فاصله بسیار زیادی یک سر و گردن بالاتر از بقیه تمام مجلات معماری قرار داره. این مجله نیست جز Architectural Design در سال 1930 توسط 3 معمار انگلیسی پایه‌گذاری میشه و تا سال 91 که به یک ناشر آلمانی فروخته میشه همیشه انگلیسی باقی مونده. جالبه که حتی همین امروز هم که توسط انتشارات بایلی منتشر میشه که یک انتشارات آمریکایی، شما این روح انگلیسی رو تماما در این نشریه میتونید ببینید. حتی ادیتور اصلی این مجله خانم هلن کسل خودش فارغ التحصیل بارتلت انگلستانه و همونطور که گفتم تفکر انگلیسی در این مجله کاملا خودفرماست. همونطور که در فیلم مربوط به معرفی در واقع اپلیکیشن آیپد مجله دیدید، این مجله در شعار خودش 2 کلمه اصلی داره: provocative یا به معنی محرک و inspirational یا الهام بخش، که فکر میکنم کاملا برازنده این مجله هم هست. Architectural Design یک 2 ماهنامه است و سالی 6 شماره ازش منتشر میشه. نظمش و سازماندهیش مثال زدنیه، اما فکر می‌کنم بزرگترین نقطه قوتش اینه که به صورت گست ادیتور اداره میشه. یعنی خانم هلن کسل صفحه 1 شماره بیشتر مطلب نداره که اون هم معمولا پر نمیشه و بعد از یک گست ادیتور یا ویراستار مهمان دعوت میشه که حالا ممکنه 1 نفر، 2 نفر تا 4 نفر باشن، کسانی هستند که در یک زمینه خاصی در اندیشه و تئوری معماری دارن کار میکنن و بعد این آدم ها از اطرافیان خودشون، کسانی که باشون کار میکنن و در این تخصص با هم همراه هستن، دعوت میکنن که مطلب بنویسن یا ازشون مصاحبه میگیرن یا پروژه‌هاشون رو معرفی میکنن. به همین دلیل هر کدوم از شماره های آرکیتکچرال دیزاین به تنهایی میتونه به عنوان یک رفرنس در اون زمینه مطرح شه. نکته جالب دیگه اینه که آرکیتکچرال دیزاین مجله بسیار گرونیه. شاید یکی از دلایلش اینه که تبلیغات نداره به هیچ وجه. شما محدود می‌بینید. من غیر از آرکیتکچرال دیزاین مجله دیگه‌ای رو سراغ ندارم که تبلیغاتی توش وجود نداشته باشه. مجله آرکیتکچرال دیزاین هر شمارهش $45 که رقم تقریبا 2 برابر گرانترین مجله‌هاییه که شما میتونید دیده باشید. اما نکات جالب دیگه که حالا من در مورد خود مجله پیدا کردم اینه که آقای کنت فرامپتون که از مورخین معروف معماری سال 62 تا 64 در واقع ویراستار فنی مجله بودن. احتمالاً این رو خوندی در تاریخ معماری که کتاب زبان معماری پست مدرن چارلز جنکس که سال 77 چاپ میشه، از مهمترین کتاب‌های تاریخ معماریه. این قسمتش رو میدونید. چیزی که احتمالاً نمیدونید اینه که کسی که اون کتاب رو چاپ میکنه یک آدمی به اسم اندریاس پاپاداکیس که همون موقع در واقع مالک آرکیتکچرال دیزاین بوده. همکاری چارلز جنکس و آرکیتکچرال دیزاین از همون موقع وجود داشته و همین امروز هم اسمش در میون در واقع هیئت نویسندگان این مجله به چشم بخوره. اسامی دیگه‌ای که ممکنه به چشم شما بخوره و واسهتون آشنا باشه میشه آقای مارک بری رو نام برد که بچه‌هایی که معماری پارامتری کار میکنن قطعا با ایشون آشنا هستن. پیتر کوک، ماسیمیلیانو فوکساس، پاتریک شوماخر و الخاندرو زاراپولو از اسامی دیگه‌ای هستن که با این نشریه همکاری دائم دارن.
در آخر همتون رو دعوت میکنم که اگر حتی هیچ مجله‌ای رو نمیخونید، یکی دو شماره از آرکیتکچرال دیزاین رو حتما بگیرید بخونید. یکی از مهمترین شاخصهای مجله اینه که آن چیزی که در آرکیتکچرال دیزاین بهش پرداخته میشه متعلق به حتی امروز هم نیست، چیزیه که احتمالاً ظرف 6 ماه آینده شما در فضای معماری دنیا باش برخورد خواهید کرد و از این جهت خیلی پیشروه و مطالبی که شما در آرکیتکچرال دیزاین می‌بینید معمولاً مطالب بسیار نابیه. ممکنه متن خورده به خاطر اون هویت و تفکر انگلیسیش سنگین باشه، ولی بهتون قول میدم که ارزشش رو داره. موفق باشید و امیدوارم که از خوندن آرکیتکچرال دیزاین لذت ببرید.